نشونه بگیر نشونه بگیر بعد میشماریم چی میشماریم 1 2 3 فقط باید چی محکم‌تر بزنیم یکی دیگه ببین نه با هم من صفر میگیرمش شما میشمارید 1 2 3 آفرین فهمیدی؟ اوکی الان نوبت منه نه قرار شد چوبمون پایین نباشه درسته؟ سر چوبمون بالا سر چوبمون کجاست؟ اوکی همیشه سر چوبمون اینطوری بالا میگیریم نوبتمون شد پا میشیم میزنیم آفرین آره بزن بشمار آرنج دست چپ جمع آها آفرین ولی هیچی نمی‌رسی الان در آموزش شکر با چوبتو بردار بیا نوبتی وایسی چه نوبتی چوبتو بردار بیا خب اوکی حالا اینا نگاه کنیم باید این کارو بکنیم نکن دنیا نه دست جمع آرام ببین دست من جمعه دست من اینجوری کشیده نیست که نتونم بزنم دستم جمعه میام ببین 1 2 اصلا نمیتونم بزنم خب پاشو برو الان نوبت توه بیا یه ذره ساده تر برات میذارم آره اینو باید بزنیم آره سر چوب نه آفرین آره جان اینو بنداز اینجا اوکی برو آفرین داری چی یاد میگیری بیام پاشو بیا الان نوبت شماست آفرین الان خیلی بهتر الان نوبت شماست چوبتو بیا بالا بیا ببینم چی داره خب قراره چجوری بزنیم؟ نه میایم جلو من اینو گرفتم شما بیا جلو دست بزن اینجا دست چپ بزن رو میز دست چپ بزن رو میز اوکی آفرین اینو بگیر از اینجا بگیر اینو بیار بالا اینو بیار بالا شکن بیار بالا اوکی حالا با هم میشماریم 1 2 3 نشد دوباره یه بار دیگه چوبمون رو صاف میگیریم یه بار دیگه بیا اینجا دوباره من گرفتم بیا بشمار 2 3 Give me 5 That's it